11 فکرهایی که برای تو دارم فکرهای خوبیان. آمین. ارمیا 29:11 فکرهایی که برای تو دارم فکرهای خوبی هست. آمین. امثال 3:5 با تمام دل به خدا اعتماد کن. آمین. Plans I have for you are good. Jeremiah 29:11. ارمیا 29:11 فکرهایی که برای تو دارم فکرهای خوب است. The plans I have for you are good. ارمیا 29:11 فکرهایی که من برای تو دارم فکرهای خوبی است. آمین. The plans that I have for you are good. ارمیا 11:29 فکرهایی که من برای تو دارم فکرهای خوبی هستند. ارمیا 11:29 فکرهایی که من برای تو دارم فکرهای خوبی هستند. آمین. فکرهایی که برای تو دارم فکرهای خوبی هستند. ارمیا 29:11 فکرهایی که برای تو دارم فکرهای خوبی است. آمین. خداوندم شکر است که ما فرزندای تو هستیم و فکر عالی بر ما کردی تا ما فکر خوب برد بکنیم. خداوندم شکر است که تو ما رو توی باغ خوبی فرستادی تا ما رو بزرگ کردی بر اینکه آیامو بگم. خداوندم شکر است که من مادر دارم، این خانواده خوب هستیم برای هم. خداوندم ازت میخوام آیا هممون خوب باشه. خداوندم ممنونم که تو ما رو فرزند میدونی. خداوندم میدونستم که تو ما رو میسازی بر خودت. خداوندم ما از قبل نمیدونستیم ما رو فرزند خودت میکنی. شکر که هر سال یه دوست خوبی پیدا میکنم. خداوندم ازت میخوام که ما خیلی یایی که بیرون هستن و الان خونه ای ندارن بهشون خونه بدی. خداوندم شکرت برای آیه این روز. خداوندم آمین. سلام بچه ها، آماده اید با هم یه سفر دیگه ای بریم؟ من چقدر سفرهایی که با هم میریم و دوست دارم. کلام خدا ما رو به جاهای خیلی جالبی میبره. سوال این هفته در رابطه با الگو بودنه. ما چطوری میتونیم الگوی خوبی باشیم؟ میدونین الگو یعنی چی؟ بریم از زریبری و خاله مهسا بپرسیم. سلام زریبری، سلام خاله مهسا. سلام خاله پگا، سلام بچه ها. خاله مهسا این الگو یعنی چی ها؟ الگو نه زریبری، الگو. الگو. بچه ها با هم بگیم الگو. حالا این الگو یعنی چی خاله مهسا؟ الگو کسیه که کارهای خوبی میکنه و ما میتونیم مثل اون باشیم. در کلام خدا الگوهای زیادی هستن. داستان امروز ما یه الگوی خیلی خوبی میتونه برای ما باشه. پاشید با هم بریم داستان امروز رو ببینیم. بریم ببینیم چه خبره. این الگوه کیه؟ آماده اید بریم سفر کلام؟ 1 2 3 پاشو بریم دست هم رو بگیریم. 1 2 3 آماده ایم بریم با هم به سفر. خدا حقیقت هست، دوستم می‌داره، کلام او زنده است، به من راه و یاد میده. بیا بریم سفر
یاد بگیریم دعا کنیم نزد خدا دست هم رو بگیریم دست هم رو بگیریم 1 2 3 یکی بود ولی تنها نبود. کلام خدا بیکار نبود. یوسف پسر دوست داشتنی یعقوب به فوتیفار خیلی خوب خدمت میکرد. زن فوتیفار از یوسف خواست تا بر ضد خدا گناه کنه. یوسف قبول نکرد، اما همسر فوتیفار درباره اون دروغ گفت. متاسفانه فوتیفار به همسرش اعتماد کرد و یوسف رو زندانی کرد. در زندان یوسف با 2 نفر از خدمتکارای فرعون که یکی ساقی و اون یکی نونوا بود آشنا شد. هر دوی اونها خوابهایی دیدن و خدا معنی خواب اونها رو به یوسف گفت. معنی خواب اونها رو که یوسف گفته بود درست از آب در اومد. ساقی آزاد شد و نونوا رو هم کشتن. 2 سال بعد فرعون خوابای بدی دید. ساقی فرعون یادش اومد که یوسف چه کاری برای اون انجام داده بود و درباره یوسف به فرعون گفت. پس فرعون یوسف رو خواست و خوابهاش رو برای اون تعریف کرد. خدا معنی خوابهای فرعون رو به یوسف نشون داد. یوسف گفت 7 سال خوراکی و محصولای کشاورزی خیلی زیاد میشه. پس به اندازه کافی خوراکی ذخیره کنید. چون که بعد از اون 7 سال همه چی کم میشه و قحطی میاد. فرعون خیلی از دانش و حکمت یوسف خوشش اومد. پس اون یوسف رو مسئول جمع کردن و ذخیره کردن تمام خوراکی‌ها کرد و بعد از فرعون یوسف پرقدرت ترین آدم در مصر شد. برادرای یوسف برای خرید غذا به مصر اومدن. اونا در برابر یوسف زانو زدن اما اون رو نشناختن. وقتی یوسف مهربان دید که اونا تغییر کردن خودش رو به اونا معرفی کرد. یوسف گفت شما میخواستین به من صدمه بزنید اما خدا اونو به بهترین اتفاق برای من تبدیل کرد. برید پدرم و همه خانواده رو به مصر بیارید. اینجا غذای خیلی زیادی برای خوردن خواهیم داشت. بچه‌ها زری بری، آیا یوسف الگوی خوبی بود؟ خاله مزا یوسف الگوی خیلی خوبی بود. حتی وقتی براش خیلی سخت بود هنوز تصمیم درستی رو گرفت. بله زری بری، بقیه میتونستن مثل یوسف رفتار کنن چون الگوی خوبی بود. خاله مزا به نظرت یوسف بهترین الگوه برای ما؟ زری بری بچه‌ها یوسف الگوی خیلی خوبی بود ولی بهترین الگو خود عیسی مسیحه. همه کارها و تصمیماتی که عیسی مسیح گرفت بهترین بودن. پس اگه من سعی کنم مثل عیسی مسیح باشم برای دیگرانم الگوی خوبی میشم؟ بله بچه‌ها، بله زری بری، ما میتونیم بهترین و مثل بهترین الگومون عیسی مسیح رفتار کنیم تا برای دیگرانم ما الگوهای خوبی باشیم. آها من جواب سوالمو گرفتم. پس خاله مزا یه بار دیگه سوالو ازم بپرس. بچه‌ها زری بری، ما چطوری میتونیم الگوی خوبی باشیم؟ به نام خدا مثل عیسی مسیح رفتار کنیم. آفرین زری بری، آفرین. بچه حالا میتونیم بریم با هم یه سرود بخونیم؟ پاشید بریم یه سرود بخونیم. این الگوه اونوری من یه الگوه بافتنی داشتم اونم ازش لباس درست. چه عجیب است عیسی منجیم، چه عجیب است عیسی منجیم، ندیده نشنیده اما در کتاب خوانده، چه عجیب است عیسی منجیم.
کتاب مقدس خودتون رو دارین؟ هر روز اونو میخونین؟ خدای مهربون خیلی حرفا داره که توی کلامش به ما بزنه. پس یه بار دیگه بیاین با هم این سرود رو بخونیم. چه عجیب است ایسا منجیم، چه عجیب است ایسا منجیم، ندیده نشنیده اما در کتاب خوانده، چه عجیب است ایسا منجیم، چه عجیب است ایسا منجیم. اگه کارهای خوبی انجام بدیم و با محبت باشیم بیشتر شبیه عیسی مسیح میشیم و الگوی خوبی میشیم برای دیگران. یه آیه خوب میخواین یاد بگیرین؟ تیتوس 2:7 برای دیگران الگوی خوبی باش. Titus 2:7 Be a good example to others. کیمیا جان سلام، میتونی این آیه رو بر ما بگی لطفاً؟ بله خاله، سلام بچه ها. تیتوس 2:7 برای دیگران الگوی خوبی باش. آفرین بچه ها، بیاین با هم دعا کنیم، چشامونو ببندیم و دستامونو رو هم بیاریم. میخوایم با خدا صحبت کنیم. خداوندا مرسی که عیسی مسیح بهترین الگو برای ماست. لطفاً کمکمون کن که بیشتر شبیه عیسی مسیح باشیم، کارهای خوبی بکنیم، با محبت رفتار کنیم و همدیگر رو دوست داشته باشیم. به نام عیسی مسیح دعا میکنم. آمین. آمین آمین آمین. بچه ها یادتون نره هر جایی که هستین میتونین با خدا صحبت کنین. خدا خیلی خوشحال میشه وقتی صداتون رو میشنوه. من برم یه کمی بیشتر با خدا صحبت کنم. خداحافظ بچه ها. بچه ها یادتون نره آیه هاتون رو برای ما بفرستین.